مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی دوم به نام دولتعلی شهابدولов در شهر خاروغ با خوانندگان آموزگاران و والدان با اشتراک سردار شعبه آگاهانی پیشگیری حقوق ویرانکنی بین نابالغان و جوانان ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان پدپولковник میلیسیا رستم شاهی مردانов نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی عاید به حقوق کودک در شهر خاروغ گلشاد گلبیکова مسئولین شعبه معارف شهر خاروغ زبیده دانیارova واخوری سودمند برگزار گردید. واخوری را جانشین دیرکتور عاید به کارهای تربیوی شریفه مرودسینова حسنی آغاز بخشید. در واخوری ضمن برآمد سردار شعبه آگاهانی پیشگیری حقوق ویرانکنی بین نابالغان و جوانان ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان از دستگیری و غمخوری‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و راهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان نسبت به نورسان و جوانان قشرهای آینده‌ساز دولت و ملت یادآوری نموده قید داشت که در دوران صاحب استقلالی مملکت محض با دستگیری همه‌جانبه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی نورسان و جوانان کشور تمام امکانیت‌ها و شرایط خوب تعلیمی و علم آموزی فراهم آورده شده است. ما والدان باید در همکاری با مؤسسه‌های تعلیمی با هیئت کلکتیو آموزگاران کوشش به خرج دهیم که تا به فرزندان ما به این گونه خطاگاه راه ندهند و البته چنانه که معلوم است از طرف پیشوای ملت همه ساله برای از خود کردن علم و دانش تقویت بخشیدن دانش خوانندگان آزمون‌ها چهره‌بینی‌های زیاد فرهنگی و علمی دایر گردیده ایستادند و این همه کوشش و تلاش بر آن است که یعنی ما باید اما فرزندان خود را به آینده درست به آینده نیک و به راه راست هدایت نماییم. ذکر داشت که خوانندگان این بارگاه علم و معرفت پیوسته در همه المپیادهای فنی و آزمون‌های جمهوریوی واخوری و صحبت‌ها در داخل کشور عزیزمان که تشکیل می‌گردند اشتراک نموده همیشه سعی و تلاش دارند که در پیشرفت و شکوفایی وطن عزیزمان آرامی و آسایشتگی مردم حفظ ترتیبات جمعیتی پیشگیری شامل شوی جوانان و نورسان به هر گونه تشکیلات و گروه‌های افراطی و جنایتی سد راه هر عمل و کردارهای نامطلوب برخی از جوانان حصه‌گزار می‌باشند. اما نوابسته از قبول گردیدن قانون مذکور بعضی از والدان نسبت فرزندان خود بی‌مسئولیتی و خنک نظری ظاهر نموده فرزندانشان دست به حقوق ویرانکنی‌ها و جنایت می‌زنند. باید قید نمود که نسبت چنین والدان مطابق قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند با ماده 90 قانون مذکور پروتکل‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده از آنها جریمه ستانده می‌شود. از این رو والدان باید به فرزندان خود دقت ضروری داده در تعلیم و تربیت آنها پیوسته سهمگزار باشند. جوانان و نورسان واقعا نیروی سازنده نسل پیشبرنده جامعه و تقدیرساز هر دولت و ملت محسوب یافته آینده درخشان کشور از جوانان و نورسان وابستگی عمیق دارد. ما خوانندگان سعی کوشش میکنیم که با بهای خوب و آلا خوانده در آینده به خلق و وطن خود خدمت کنیم. راهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان نیز با درک عمیق این مفهوم این نیروی سازنده و آینده ساز را در روحیه وطن دوستی و میهن پرستی تربیت نموده برای رشد و تکامل بلند برداشتن معنویات و معرفت آنها آموزش علم و هنر از خودکنی فنهای دقیق دانش و استعداد و حیات سالم و نمونوی راهنمایی نمودن تمام شرایط و امکانیت‌ها را فراهم آورده است. با سپارش راهبریت ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان برای هدایت و راهنمایی آنها از جانب شعبه آگاهانی پیشگیری حقوق ویرانکنی بین نابالغان و جوانان ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان پیوسته صحبت و واخوری‌های سودمند انجام داده می‌شوند. سردار شعبه آگاهانی پیشگیری حقوق ویرانکنی بین نابالغان و جوانان ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان رستم شاهی مردانov از صادرشوی جنایت‌ها و قانونشکنی گرویدن جوانان و نورسان و حزب و حرکت‌های اکستریمیستی و دیگر عمل‌های ناشایسته و عاقبت‌های ناگوار آن مثال‌ها آورده از دستاورد و نتیجه‌ها رشد ترقیات و آباد و زیبا گشتن وطن عزیزمان یادآوری نموده مخصوص قید نمود که وظیفه اولین درجه شما نورسان و جوانان این تحصیل اعلی و رفتار شایسته تحسین در جامعه میباشد. قید داشت که همکاری مقامات کارهای داخلی مؤسسه‌های تعلیمی و عائله باید فعالیت بلند در تعلیم و تربیت نسل نورس داشته باشد. ما از این صحبت الهام تازه گرفته
به خلاصه اومدیم که ما جوانان کوشش به خرج میدهیم که دست به جنایتکاری نزده، برعکس به آموختن علم و معرفت مشغول شویم. در چاره‌بینی همزمان اومید به مشغول شدن به ورزش، بردن طرز حیاتی سالم، دانش‌اندازی و خوانش نمونوی، احترام والدان و استادان، صداقت و محبت به خلق و وطن و دوری جستن از اشخاص جنایت پیشه و عملهای غیرقانونی در جامعه سخنرانی‌ها کرده شده، نورسان را به آموزش علم و معرفت و رفتار و گفتار نمونوی هدایت نمودند. باید قید نمود که چنین واقعی و صحبت‌های مفید در دیگر مؤسسه‌های تعلیمی شهر خاروغ و نواحی ولایت گذرانیده می‌شوند.